بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از گناه‌های بزرگترین که یمین غموس میگویند این را از همه گناهایی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله گفت که بزرگترین گناه هست گفتن. این روایت بخاری هست. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله الکبائر گفتن. کبائر گناههای کبیره میگن. الاشراک بالله، شرک آوردن به خداوند بسیار گناه کبیره است. و عقوق الوالدین، و عاق پدر و مادر، و قتل نفس، یک انسان کشتن، یک نفر مثلا به قتل رساندن، این گناه کبیره هست. و الیمین الغموس، و قسم خوردن دروغ. یمین غموس، انسان قسم میخورد، اون قسم دروغ میخورد. در دیگر حدیثی که روایت مسلم هست، هر نفری که بگیرد مال یک مسلمان را با قسم دروغش، نه که فریب میکنه، قسم میخوره که مال هم نفر بگیرد، فقد اوجب الله له النار، به تحقیق واجب گردونده است الله برایم آتش دوزخ را. تصور کن انسانی که دروغ میگه به خاطر یک مال یک مسلمان با دروغ، با قسم دروغش بگیرد، الله پاک میگه اون واجب گردونده است که دوزخ بدروید. و حرم علیه الجنه، و حرام گردونده است الله بر بالای همون جنت را. فقال له رجل، پس گو برای همون مرده، و این کان شیئا یسیرا یا رسول الله، اگر باشد چیز کمک کرم، چیزی سبک، یک چیزی ناچیز باشد، برای اینم واجب میگرده که اون دوزخ بدروید، برای اون حرام میشده باشد جنت رمضان، چیزی کمک کم باشد. قال نبی صلی الله علیه و آله: این کان قضیبا من اراک، اگر که اون همین چیزی که مثلا که به دروغ میگیرد، اگر مانند یک چوب مسواک واری هم باشد، یعنی یک چیزی ناچیز هم باشد، یک چوب هم که باشد، با قسم دروغش اگر همون از یک برادر مسلمانش گرفت و بگیم که قسم دروغ خورد، اون نفر در واجب میشد دوزخ در آمدن و حرام میشد برای اون گفت آتش دوزخ. این روایت مسلم بود. دیگر روایتی که یک نفر اومد پیش پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله گفتن که چی است؟ گفتن همین گناههای کبیره. پیامبر گرامی در این روایت هم گفتن که به چند روایت اومده است. یکی از همون میگه که گفتن پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله الاشراک بالله، شرک کردن به خداوند. اون مرد اعرابی گفت که نیکی صحرایی. با چی از بعد این گفت نبی صلی الله علیه و آله پرسیدن، گفتن که الیمین الغموس، قسم دروغ. بعد اون مرد پرسید که قسم یمین الغموس چی رو میگن؟ گفت که یقتطع مال امرئ مسلم، یقتطع گفتن میگیرد مال مسلمان را، بیمین هو فیها کاذب، با قسمی که اون در همون قسمش دروغگو هست. یعنی که دروغ میگه، در قسم میخورد برای هر چیزی که نباشد. حاضی مثلا که غالبا سوداگرها وقتی که قسم میخورن که همین مال تازه هست، مال اصلی هست، ارگینال است، اما دروغ میگن. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله خاطر گفت که تجارتمندان روز قیامت فاجر فاسق حشر میشوند، مگر همونهایش که تقوا کنن و پرهیزگار باشن و صادق باشن، آنها با همراه پیامبران حشر میشن. به خاطری که هست در تجارت بسیار دروغگویی بسیار میشود و به همون خاطر دوزختی ها و فاجرها و فاسقا گفت نبی صلی الله علیه و آله بسیار هم تجارتمندا هستند، مگر انسان هاش که با تقوا باشن آنها اهل جنت هستند ان شاء الله. و که هست از اینجا فهمیده میشد قسم خوردن دروغ باشد، این بسیار یک از گناه های کبیره هست. الله پاک همه ما شما را صبر کند که این گناهی بوده است که واجب میگرده برای انسان دوزخ در آمدن، برای اون حرام میگرده جنت در آمدن. السلام علیکم و رحمت الله.